18. کار را به قسمت‌های کوچکتر تقسیم کنید. هر عادت در ابتدا مانند یک رشته باریک است، اما هر بار که یک عمل را تکرار میکنیم ما این رشته را غفص‌تر میکنیم و با تکرار عمل در نهایت این رشته تبدیل به طناب غفص و درازی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد. اریسون سوت مارتن. یکی از دلیل‌های سستی و تنبلی در انجام کارهای بزرگ و مهم آن است که هنگامی که برای اولین بار با آنها مواجه می شویم بسیار بزرگ و سخت به نظر می رسند. یکی از تکنیک هایی که می توانید از آن برای تقسیم کردن کارهای بزرگ به قطعه های کوچکتر استفاده کنید روشی بریدنی حسیب است. با استفاده از این روش می توانید هر کار را به قطعه های کوچکتر تقسیم کنید و هر بار یک قسمت از آن را انجام دهید. درست مثل بریدن یک حسیب بزرگ و تبدیل آن به بریش‌های کوچک و خوردن آنها و یا مثل خوردن هر بار یک تیکه از قورباغه. از نظر روانی شروع قسمت از یک کار بزرگ آسانتر از شروع تمام آن کار است. بیشتر وقتا هنگامی که یک قسمت از کار را شروع کنید و به همین ترتیب خواهد دید که حتی قبل از آن که خودتان متوجه بشوید تمام کار به اتمام رسیده است. نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این است که ضرورت تمام کردن کار یا آنچه بیشتر مجبوری در تمام کردن کار نامیده می شود در وجود بیشتری انسان ها هست. به این معنی که وقتی کار را شروع می کنید و به اتمام می رسانید احساس خوشحالی و قدرت بیشتری می کنید. این احساس تمام کردن به شما انگیزه می دهد که کار نوی را شروع کنید و تا تمام شدن آن به فعالیت ادامه دهید. تمام شدن کار سبب پیدا شدن اندورفین در مغز می شود که احساس شادی را در انسان ایجاد می کند. هر چقدر کاری که شروع و تمام می کنید بزرگتر باشد پس از اتمام آن احساس خوشحالی بیشتری به شما دست می دهد. هر چقدر قورباغه‌ای که می خورید بزرگتر باشد احساس قدرت فردی و انرژی بیشتری خواهید کرد. هنگامی که قسمتی کوچکی از کار را شروع و تمام می کنید انگیزه شما برای شروع و تمام کردن قسمتی بعدی کار بیشتر می شود و همین رواج را تا آخری کار ادامه خواهد داد. هر قدمی که به پیش برمی دارید برای پیشروی به شما نیرو می دهد. به این ترتیب در خود شوق و انگیزه درونی ایجاد می کنید که شما را وادار می کند تا اتمام کار به فعالیت ادامه دهید و اتمام این کار بزرگ به شما همان احساس شادی و رضایت را می دهد که همیشه با هر موفقیت همراه است. تکنیک دیگری که با شما در تمام کردن یک کار کمک می کند سوراخ کردن پنیر شویتزاری است. یعنی همان طور که یک قطعه بزرگی پنیر شویتزاری را سوراخ می کنیم اراده کنیم که با درگیر کردن خود به کار یا به اصطلاح ایجاد سوراخ در آن کار را شروع کنیم. برای استفاده از این روش کافی است که تصمیم بگیرید مدت زمانی معین مثلا 5 یا 10 دقیقه خود را درگیر کار مورد نظر کنید و سپس کار را متوقف کنید و به سراغ